سلام دوستای قشنگم. واسه درست کردن این حلوای زعفرونی با این بافت نرم حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. شکر رو توی کاسه بریزید و بهش پودر هل اضافه کنید واسه خوش‌عطر شدنش. مقدار همه رو توی کپشن واسهتون نوشتم. گلاب رو اضافه کنین، ترجیحاً گلاب ربی باشه به خاطر عطر بهترش. بعد از اون مواد رو روی حرارت بذارید تا شهد غلیظ به دست بیاد. روغن رو توی مایتابه بریزید. آرد رو کم کم به روغنتون اضافه کنید. با این روش نیازی به علک کردن آرد نیست. میتونید تا این کار روغن اضافه کنید اگه دیدید موادتون خشکه. بیست دقیقه الی نیم ساعت مواد رو روی شعله کم نیازه که هم بزنید و نگه دارید. بعد از اون یه همچین غلظتی پیدا میکنه و بعد شهدتون رو اضافه کنید. به خوبی هم بزنید تو این مرحله که یه وقت گوله گوله نشه و بافت خوبی به دست بیاد. در آخر یه همچین حلوای زعفرونی نرم با همچین بافت نرمی به دست میارید که از خوردن دیر نمیشید. نوش جان. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودید. لایک و کامنت یادتون نره. حتما ویدیو رو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.